دوستان و بچهای گلم سلام، من مارکو هستم. قراره یک سری ویدیوی نقاشی، آموزش نقاشی براتون بذارم تا به روش ساده و جدایی از کلاس‌های آموزشی نقاشی رو با استفاده از مداد رنگی و خودکار انجام بدیم و من آموزش بدم. فرض رو هم بر این گذاشتم که شما با اشکال هندسی آشنا هستین، مثل دایره، زوزنقه، مثلث، مخروط و اینجور شکل‌ها. این نقاشی هایی هم که اول برنامه دیدید، اینا اکثرا با مداد رنگی و خودکار رنگیه و شما به مرور متوجه میشید که چه کارهای قشنگی رو میشه با مداد رنگی و خودکار رنگی انجام داد. ابتدا من آموزش رو با مداد رنگی شروع میکنم. بعد از چند جلسه خودتون هم متوجه میشین که چقدر نقاشی و کشیدن منظره با مداد رنگی جذاب و آسونه. دوستان عزیزم، اگه از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید، دکمه قرمز ساب رو هم بزنید. برای اینکه از ویدیوهای جدیدم با خبر بشید زنگوله رو حتما بزنید. ممنونم از توجه شما. جهت یادآوری، من بعضی از قسمت‌های فیلم رو سرعتشو بالا میبرم تا وقت شما هم گرفته نشه، اما طراحی اولیه رو با سرعت عادی معمولی میذارم. امیدوارم به دردتون بخوره و ازش لذت ببرید. من از کوه شروع میکنم. کوه ها شکل کلیشون شبیه 8 فارسی یا مثلثه. ابتدای کار سعی کنین برگه آچار رو 3 قسمت کنین. یه قسمت که آسمون و کوه، یه قسمت هم قسمت مرکزیش دریاچه است و قسمت پایین هم که زمین و کلبه و درخت و اینجور چیزا. اگه به کوه ها دقت کنین، شکاف ها و دره های زیادی روی کوه ها هست و خیلی قشنگتره که شما هم اونها رو توی نقاشیتون بیارین تا طبیعی تر به نظر برسه. خطوط رگه ها و شکاف های کوه رو پررنگتر و تیره تر از یک مداد تیره تر استفاده کنین تا برجسته تر بشه.
دوستای گلم، من ویدیو رو خیلی ادامه نمیدم و ادامه کار رو میذاریم برای جلسه بعد و ویدیوهای بعد. تو این فاصله شما هم فرصتی داشته باشین تمرین کنین و دقیقاً از روی همین طرح چند مرتبه تمرین کنین رو کاغذ آچار تا انشالله که کارتون خوب شد نقاشی رو با کاغذهای بهتر و با کیفیت با مقوای اشتنباخ فابریانو روی اونها انجام بدین که خیلی کار پررنگ و زنده‌ای انجام میشه. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و تا برنامه بعد شما هم ادامه برنامه رو ویدیو رو ببینید. خدا نگهدارتون.